قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعه. پیغمبر خدا آفتاب هر دو جهان در این سخن مبارک خود میگوید بهترین روزی که در او آفتاب درخشان می شود این روز جمعه است. فیه خلق آدم علیه السلام و فیه ادخل الجنه و فیه اهبط الى الارض و فیه تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفتند بهترین روز که در او آفتاب روشن می شود درخشان می شود این روز جمعه هست و فضیلت این روز را هم بر ما و شما فهمانید. این روز همان روزی هست که پدر شما آدم خداوند پیدا کرد. در همین روز خداوند جان در وجود حضرت آدم داخل گردانید و در همین روز ادخل الجنه، در همین روز پدر شما حضرت آدم خداوند داخل جنت گردانید. و فیه اهبط الی الارض، پیغمبر خدا میگوید در همین روز به سبب خطایی که پدر شما حضرت آدم کرد خداوند از جنت در زمین پرتافتش. و فیه تقوم الساعه، همان قیامتی که خدا بر شما میگوید این ساعت آتیه لا ریب فیها، قیامت آمدنی هست، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، در همین روز برپا می شود. و هو عند الله یوم المزید و کذلک تسمیه الملائکه فی السماء. رسول اکرم در دوام این حدیث چی گفتند؟ گفتند این روزی که ای بندگان شما نماز را میخوانید این روز در نزد خداوند روز مزید نام دارد، روزی دادن مکافات است، روزی دادن جزا است. حتی ملائکه های در آسمان این روز جمعه نه بلکه روزی یوم المزید می گفتند، روزی دادن جزای بنده مؤمن بوده است، روزی مکافات گرفتن ما و شما بوده است. و هو یوم النظر، در دوام حدیث پیغمبر خدا گفت این روز روزی نظر کردن است. و چی؟ الى الله، الى وجه الله، الى الله تعالی فی الجنه. وقتی که جنتی ها داخل جنت می شدند هر روز جمعه دیدار پروردگار خدا نگاه می کردند. در همین روز جمعه خوش به حال آن بندگانی که امروز احترام میکنند، خواه زن باشد خواه مرد. امروز روز جمعه هست، در گردن زن و مرد فرض است ادا کردن نمازش. این عقیده های باطل و عقیده های بیکاره که برای زن نماز جمعه فرض نیست، اینا را باید ما پس سر بگذاریم. برای زن از مرد دیده فرض تر است و امروز از همه مهمتر برای زنها هست نماز جمعه. در هر جایی که باشه الحمدلله امروز شما شکرانه کنین که گرد و گوشه که در کلاب ما و شما تمام مسجدها در داخلشان زنها داخل شده ایستادند. زنها موعظه را گوش میکنند، زنها هم از موعظه ها چکار میکنند؟ استفاده میکنند که این هم آبادی جمعیت است و این هم راحت ما و شما مردها هست. اذا سلمت الجموع سلمت الایام، پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر از بنده مؤمن، اگر از امت من روز جمعهش به سلامت انجام یافت باقی روزشان سلامت میمانند. اگر روز جمعه را ما و شما با نمازش ادا بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما خیر احسان بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما زبانها را در پند نصیحت استفاده کنیم، باقی روزهایی که در پیش تا هفته دیگر می آید اینهاش هم پیغمبر خدا گفت خداوند نیک انجام می دهد. ان الله فرض علیکم الجمعه فی یوم هذا و فی مقام هذا. پیغمبر خدا میگوید به درستی این که خداوند شما بر شما نماز جمعه را فرض گردانیده است در همین روز جمعه و در همین مقام. در گردن ما و شما نماز جمعه را ادا کردنش فرض است. حتی رسول اکرم میگوید
من مات یوم الجمعه، کسی اگر در روز جمعه از بنده مؤمن از دنیا میگذرد، فله اجر شهید و وقی فتنه القبر. رسول اکرم گفت کسی که در روز جمعه از دنیا میگذرد، خداوند دو بهترین مکافات نصیب او میکند. اولا همچنان است که شهید از دنیا گذشته است، اجر شهید بر انسان عطا میکند. دوما از فتنه های قبر خداوند اون بنده جمعه ادا میکردگی را نجات میدهد. خوش به حال اون مرد، خوش به حال اون زنی که نماز جمعه میخواند، خداوند از این مکافات البته نائلش میکند. لکن وعید پیغمبر برای آدمایی که ادا نمیکنند جمعه را چی است؟ رسول اکرم میگه من ترک ثلاثا جمعه تبع الله على قلبه و فی روایت الاخر فقد نبذ الاسلام وراء الظهر. رسول اکرم میگه کسی که اگر 3 جمعه را قصداً ترک میکند، یعنی بے پروایانه در نماز جمعه اشتراک نکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد، رسول الله چی گفتند خداوند در دل او مهر میزند. یعنی در دل انسان وقتی که مهر کی زده شد، همچنان است که دل بنده سیاه می شود. و ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفت دورترین مردم از خدا کی است؟ کسانی هستند که دلهاشون سیاه است. دل کی سیاه شد تو از خدا دور میشه. در روایت دویمی که روایت کردند چی گفته است؟ فقد نبذ الاسلام وراء الظهر. کسی 3 جمعه را اگر قصداً یا از روی تنبلی اگر ترک کند، همچنان است که اسلام در پس پشت خود گذاشته است. یعنی در اسلام هیچ اهمیتی نداده است. از این خاطر الحمدلله که امروز ما و شما در اطراف این نماز و این روزی که الحال اهمیتی او را، فرضیتی او را بر شما و فضیلت‌های او را بر شما خبر دادم اشتراکی داریم. انشاءالله ما و شما اجر بی نهایت زیاد و گرانی را خدا کرده باشد البته صاحب میشویم. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم که 2 جمعه پیوسته در باب ابو حنیفه بود، امام ما و شما، پیشوای ما و شما. فکر میکنیم که البته ما و شما از تاریخ حضرت آگاه شدیم، از عالم بودن حضرت آگاه شدیم. فقط همین گفتنی هستم که حضرت مکی ابن ابراهیم که این امام بخاری را استادش است، لکن بزرگی را ببین که شاگرد ابو حنیفه است. حضرت میگوید ابو حنیفه در زمان خودش همتا نداشت. به منزله ابو حنیفه دیگر انسان یافت نمیشد در اینم. اعلم الناس فی اهل ابی حنیفه. حضرت گفتند داناترین مردم در زمان خودش ابو حنیفه بود. شداد ابن حکیم هم این سخن گفتند مثل ابو حنیفه در زمانش هیچ همتایی نداشتند. عبدالله ابن مبارک چی میگوید؟ میگوید وقتی من کوفه آمدم، در کوفه، شهر کوفه در آمدم و پرسان کردم ما اعلم الناس فی بلادکم، ای مردم کوفه بر من خبر بتین که عالم ترین مردم همین کوفه کی است؟ کی است از همه در عالم پیشی که در همین کوفه زندگی میکند کی است؟ میگه از مردم کوفه چی شنیدم؟ فقالوا كلهم ابو حنیفه. مردم همون کوفه چی گفتند همش ابو حنیفه هست. هر جانبی که اگر از فضیلت‌های کسی میپرسین همش به کی است؟ حواله به ابو حنیفه هست. امام شافعی هم خیلی امام پیش است، امام اهل سنت است. از 4 ائمه ما و شما یکی شافعی است. حضرت گفتند الناس عیال ابی حنیفه فی الفقه. در علم فقه، در علم مسئله تمام عالمای روی دنیا عیال ابو حنیفه هستند. نان ریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند. این قدر فضیلت در امامی که ما و شما مذهب به ایشان داریم انشاءالله موجود است. و امروز وعده کرده بودیم که سوالهای خیلی